بسم الله الرحمن الرحیم. به نام الله بخشنده مهربان. يا أيها النبي إذا طلقتم النساء فطلقوهن لعدتهن وأحصوا العدة واتقوا الله ربكم لا تخرجوهن من بيوتهن ولا يخرجن إلا أن يأتين بفاحشة مبينة وتلك حدود الله ومن يتعد حدود الله فقد ظلم نفسه لا تدري لعل الله يحدث بعد ذلك امرا. ای پیامبر، هرگاه خواستید زنان را طلاق دهید، پس آنها را در زمان آغاز عده طلاق دهید و حساب عده را نگه دارید و از الله که پروردگار شماست پروا کنید. نه شما آنها را از خانه هایشان بیرون کنید و نه آنها بیرون روند، مگر آنکه کار زشت آشکاری مرتکب شوند و این حدود احکام الله است. و هر کس از حدود الله تجاوز کند مسلماً به خود ستم کرده است. تو نمیدانی شاید الله پس از آن وضع تازه‌ای فراهم آورد که به صلح و آشتی منجر شود. فإذا بلغن أجلهن فأمسكوهن بمعروف أو فارقوهن بمعروف وأشهدوا ذوي عدل منكم وأقيموا الشهادة لله ذلكم يوعظ به من كان يؤمن بالله واليوم الآخر ومن يتق الله يجعل له مخرجا. پس چون آنها را طلاق دادید و عده‌شان به سر رسید، ایشان را به طرز شایسته ای نگه دارید یا به طرز شایسته ای از آنها جدا شوید و دو مرد عادل از خودتان را گواه بگیرید و شهادت را برای الله برپا دارید. این حکمی است که هر کس به الله و روز قیامت ایمان دارد به آن پند و اندرز داده می شود و هر کس از الله بترسد راه نجاتی برای او قرار می دهد. ويرزقه من حيث لا يحتسب ومن يتوكل على الله فهو حسبه إن الله بالغ أمره قد جعل الله لكل شيء قدرا. و او را از جایی که گمان ندارد روزی می دهد و هر کس بر الله توکل کند پس همان او را کافی است. بیگمان الله فرمان خود را به انجام میرساند. مسلماً الله برای هر چیزی اندازه ای قرار داده است. واللائي يئسن من المحيض من نسائكم إن ارتبتم فعدتهن 3 أشهر واللائي لم يحضن وأولاة الأحمال أجلهن أن يضعن حملهن ومن يتق الله يجعل له من أمره يسرا. و کسانی از زنانتان که از عادت ماهانه مأیوس شده اند، اگر به بارداری آنان شک کردید، عده آنان 3 ماه است و نیز آنها که حیض نشده اند. و عده زنان باردار این است که وضع حمل کنند و هر کس از الله بترسد کارش را برایش آسان می سازد. ذلك أمر الله أنزله إليكم ومن يتق الله يكفر عنه سيئاته ويعظم له أجرا. این فرمان الله است که بر شما نازل کرده است و هر کس از الله پروا کند الله گناهانش را از او می‌زداید و می‌بخشد و پاداش او را بزرگ می‌گرداند.
اسكنوهن من حيث سكنتم من وجدكم ولا تضاروهن لتضيقوا عليهن وإن كن أولات حمل فأنفقوا عليهن حتى يضعن حملهن فإن أرضعن لكم فآتوهن أجورهن وأتمروا بينكم بمعروف وَإِن تَعَاسَرْتُمْ فَسَتُرْضِعُ لَهُ أُخْرَى. آنان را در حد توان خود هر جا که خودتان سکونت دارید و در توانایی شماست سکونت دهید و به آنها زیان نرسانید تا عرصه را بر آنان تنگ کنید و پیش از پایان عده مجبور به ترک منزل شوند و اگر باردار هستند نفقه آنها را بدهید تا وضع حمل کنند. پس اگر فرزندتان را برای شما شیر می‌دهند مزدشان را بپردازید و این کار را به نیکی و با مشورت همدیگر انجام دهید و اگر به توافق نرسیدید پس زن دیگری به درخواست شوهر او را شیر دهد. لينفق ذو سعة من سعته ومن قدر عليه رزقه فلينفق مما آتاه الله لا يكلف الله نفسا إلا ما آتاها سيجعل الله بعد عسر يسرا. آنان که دارا و ثروتمند هستند باید از دارایی و ثروت خود انفاق کنند و کسی که تنگ دست است باید از آنچه که الله به او داده انفاق کند. الله هیچ کس را جز به آن اندازه که به او توان داده است مکلف نمی کند. الله به زودی بعد از سختی و تنگ دستی آسانی و گشایش قرار می دهد. وكأين من قرية عتت عن أمر ربها ورسله فحاسبناها حسابا شديدا وعذبناها عذابا نكرا. چه بسیار اهالی شهرها که از فرمان پروردگارشان و فرمان پیامبرانش سرپیچی کردند، پس ما به شدت از آنها حساب کشیدیم و به عذابی سخت و سهمناک عذابشان کردیم. فذاقت وبال امرها وكان عاقبت امرها خسرا. پس آنان کیفر کار خود را چشیدند و سرانجام کارشان زیان بود. اعد الله لهم عذابا شديدا فاتقوا الله يا أولي الألباب الذين آمنوا قد أنزل الله إليكم ذكرا. الله عذاب سختی برایشان مهیا کرده است، پس ای خردمندانی که ایمان آورده اید از الله پروا کنید، همانا الله ذکر را به سوی شما نازل کرده است. رسولا يتلو عليكم آيات الله مبينات ليخرج الذين آمنوا وعملوا الصالحات من الظلمات إلى النور ومن يؤمن بالله ويعمل صالحا يدخله جنات تجري من تحتها الأنهار خالدين فيها أبدا قد أحسن الله له رزقا. و نیز پیامبری فرستاده که آیات روشن الله را بر شما میخواند تا کسانی را که ایمان آورده و کارهای شایسته انجام داده اند از تاریکی ها به سوی نور بیرون آورد و هر کس به الله ایمان آورد و کار شایسته انجام دهد الله او را به باغ‌هایی از بهشت وارد می کند که از زیر درختان آن جویبارها جاری است، جاودانه در آن بمانند. به راستی الله رزق و روزیش را نیکو گردانیده است.
الله الذي خلق 7 سماوات ومن الأرض مثلهن يتنزل الأمر بينهن لتعلموا أن الله على كل شيء قدير وأن الله قد أحاط بكل شيء علما. الله است که 7 آسمان را آفرید و از زمین نیز همانند آنها را آفرید و فرمان الله پیوسته در میان آنها نازل می شود تا بدانید که الله بر هر چیز تواناست و اینکه علم الله بر همه چیز احاطه دارد.